نیروی پلیدی چیزی هست که حتی در درون انسان‌های نیک هم امکان رخنه کردن داره. ابلیس نماد پلیدی و شلوغی ذهن و گمراهی انسان‌ها هست که وظیفه اصلی او فریب و ارائه پیشنهاداتی برای گناه کردن است، چون با خدا عهد بسته تا ضعیف بودن اشرف مخلوقات را ثابت کند و خیلی‌ها هم او را خرافه می‌دانند، در حالی که در تمام ادیان و تاریخ باستان نیروی پلیدی را ذات ابلیس می‌دانند. ابلیس چندین دستیار که شیاطین نام دارند در اختیار دارد، همانند ولها. او مأمور ایجاد شک و وسوسه برای باطل کردن نماز است. حفاف مأمور آزار رساندن انسانها در بیابانها و جاهای خلوت است. با ایجاد ترس شما را از یاد خدا غافل می‌کند. زلنبور او شیاطین بازاری ها است. او فروشنده ها را وادار به قسم دروغ می‌کند. ابیز او مأمور ایجاد خشم و عامل ایجاد قتل است. اعور او مأمور تحریک شهوت در زنان و مردان است. داسم او قبل از ورود به خانه باعث مانع سلام گفتن می شود. قندور او باعث بی‌غیرتی و بی‌تفاوتی مرد و زن می شود. دهار عامل آزار مومنان با ایجاد کابوس در خوابهایشان است. لاقیس او کارش وادار کردن زنان به هم جنس بازی است. مذهب او به شکل‌های مختلف در قالب دین‌های ضد خدا مردم را گمراه می کند. مغلاس او مأمور قماربازی و افزایش آتش قمار است. ترتبه یکی از دختران شیطان که کار او وادار کردن زنان به زنا است. تنها راه نجات از شیاطین فقط پناه بردن بر خدا هست. به عشق ذات پاک الهی بنویس خدایا پناهم بده.